به نام خداوند جان و خرد، کزین برتر اندیشه نگذرد. خداوند نام و خداوند جای، خداوند روزیده رهنما. با عرض ادب و احترام به دوستداران رشته حسابداری، خیلی خوشحال هستم که در خدمت شما عزیزان و بزرگواران هستم. امروز با مبحث جدیدی با عنوان کدینگ حساب‌ها در خدمت شما هستم. قبل از اینکه ما این مبحث را شروع کنیم، شاید براتون اتفاق افتاده باشه که وارد یک فروشگاهی شدید و از مسئول فروشنده در مورد قفسه‌های مواد غذایی، در مورد قفسه‌های مواد شوینده ازشون پرسیدید و فروشنده به شما راهنمایی لازم رو کرده. مثلا به شما گفته که راهروی سمت راست اگر بگیرید اون قسمت مربوط به مواد غذایی هست، یا راهروی سمت چپ رو بگیرید اون گوشه مربوط به مواد شوینده هستش. دقیقا همین موضوع رو در حسابداری هم میان حساب‌ها رو با همین قالب‌ها و اون شماره گذاری هایی که انجام دادن میان کدینگ حساب میکنن، شماره گذاری حساب ها میکنن. بابت جستجوی سریع در سیستم حسابداری میان از کدینگ حسابداری استفاده میکنن. همونطور که در تصویر هم مشاهده میکنید، تصویر شماره 2 یا صفحه شماره 2 اگر نگاه کنید نوشته کدینگ حساب ها یا شماره گذاری حساب ها هستش. کدینگ به مفهوم ساده یعنی شماره گذاری حساب هایی که طبقه بندی شده است. هدف از کدینگ حساب ها جستجوی سریع در سیستم حسابداری هستش. تمام کدگذاری های حسابداری با توجه به نیاز شرکت طراحی می شود و یکسان نیستند. کدینگ حساب ها یا کدینگ حسابداری با توجه به نرم افزارهایی که همکنون در ایران مشغول فعالیت هستند، مانند نرم افزار حسابداری همکاران سیستم یا راهکاران سیستم هستش، 2 نرم افزار سپیدار هستش، 3 نرم افزار هلو هستش. نرم افزارهایی که در حوزه حسابداری دارن کار میکنن یک قالب استانداردی به صورت پیشفرض در داخل سیستم طراحی شده، ولی اگر کسی بخواد یا حسابداری بخواد یک حسابی رو جداگونه ایجاد کنه، چنین اختیاری برای حسابدار فراهم شده که بتونه یک حسابی رو براش ایجاد کنه. برای مفهوم بهتر کدینگ حساب ها ما باید سطوح استاندارد کدینگ حساب ها را بدونیم. حالا سطوح استاندارد کدینگ حساب ها 4 تا قسمت داره و 4 تا سطوح استاندارد کدینگ حساب ها وجود داره. اولیش گروه حساب هستش، دومیش حساب کل هست، سومیش حساب معین هست، بعد حساب تفصیلی. ما اینا رو باید به ترتیب بدونیم. اول گروه حساب هستش، بعد حساب کل، بعد حساب معین، بعد حساب تفصیلی. نکته چی گفته؟ نکته گفته که نرم افزارهای حسابداری پیشفرض کدینگ حساب ها را تعریف کرده اند. حال حسابدار با توجه به نیاز شرکت اقلامی را می تواند اضافه نماید. در صفحه بعد اولین چیزی که ما در کدینگ حساب ها باید بدونیم معرفی گروه حساب و حساب کل هستش. پس اولیش از گروه حساب شروع میشه.
ما در حسابداری گفتیم که هم دارایی داریم، خود دارایی ها هم به چند دسته طبقه بندی شدن. دارایی جاری داریم، دارایی غیر جاری داریم. بدهی ها هم به چند قسمت طبقه بندی می شدن. بدهی هم جاری داریم، هم بدهی غیر جاری یا بلند مدت هم بهش میگیم. بعد حساب حقوق صاحبان سهام یا سرمایه هم بهش میگیم. بعد حساب درآمدها داریم. بعد حساب بهای تمام شده کالای فروش رفته داریم و هم هزینه ها که این درآمدها، بهای تمام شده کالای فروش رفته و هزینه ها جزء صورت سود زیان هستند. الباقیش جزء ترازنامه هستند. پس ما یه آیتم هایی از ترازنامه باید گروه حساب تعریف کنیم، یه آیتم ها هم از صورت سود زیان باید تعریف نماییم و آخرین قسمت در مورد سایر حساب ها هم باید گروه حساب را باید معرفی نماییم. ببینید این چیزی که در صفحه 4 شما دارید مشاهده میکنید در اکثر نرم افزارهای حسابداری هم یکسان هستش. حالا ممکنه یک تفاوت‌های جزئی در شماره داشته باشه، ولی اکثرا که من با نرم افزارهای متفاوت حسابداری کار میکنم اکثرا با همین قالب بودن. در معرفی گروه حساب‌ها ما اومدیم دارایی جاری رو به شماره 1 دادیم، دارایی غیر جاری را شماره 2 دادیم بهش، بدهی‌های جاری را شماره 3 دادیم، بدهی‌های بلند مدت 4 دادم، حقوق صاحبان سهام را با کد حساب 5 بهش دادم، درآمدها را با کد حساب یا گروه حساب رو بهش 6 دادم، بهای تمام شده کالای فروش رفته رو بهش 7 دادم، هزینه ها را در گروه حساب بهش 8 دادم و سایر حساب ها رو ما اومدیم بهش چند دادم؟ 9 دادم. پس ما اولین چیزی که ما باید تعریف کنیم در کدینگ حساب ها گروه حساب ها هستش. یک نکته‌ای بهتون بگم، شما وقتی دارید با نرم افزارهای متفاوت حسابداری دارید کار میکنید ممکنه که بهای تمام شده تو نرم افزار شماره 1 در مورد درآمدها 6 باشه، در نرم افزار شماره 2 و یه نرم افزار شماره دیگه‌ای که ما داریم کار میکنیم ممکنه 7 باشه. حالا این فقط یه قالب استاندارد هستش، یه قالبی که به صورت پیش‌فرض ما داریم تعریف میکنیم. حتما این شماره ها نیاز نیستش که شما حفظ کنید، فقط میخوایم بدونیم که آقا یک ترتیب بندی با این شماره ها هستش. حالا بیایم بعد از اینکه ما گروه حساب رو معرفی کردیم باید بیایم حساب کل رو تعریف کنیم. مثلا اگر شما گفتید دارایی جاری شمارش 1 هستش، خب این دارایی جاری چه حساب‌های زیر مجموعه دارایی جاری هستش؟ همونطور که در تصویر صفحه 4 دارید مشاهده میکنید خود دارایی های جاری زیر مجموعه داره. چه زیر مجموعه هایی داره؟ موجودی نقد و بانک داره، حساب سرمایه گذاری های کوتاه مدت داره، حساب دریافتنی تجاری و سایر دریافتی ها هم داره. بعد موجودی مواد و کالا هم جزء دارایی جاری هستش و سفارشات و پیش پرداخت ها هم به عنوان دارایی جاری طبقه بندی میشه. حال با توجه به این که حالا من اومدم در حساب کلم زدم که 101 102 103 104 و 105 طبقه بندی کردم. حالا ممکنه یه حسابداری توی یه شرکتی بگه آقای حسنی ما حساب دارایی های جاریمون یا حساب در دارایی های جاریمون علاوه بر این حساب هایی که حساب های کل هست من میخوام حساب دیگری تعریف کنم مثل حساب ملزومات. اون هر حسابی که تعریف کنم به ترتیب شماره ها میاد پایین تر. 101 نشان دهنده چیه؟ گفتم 1 از سمت چپ نشان دهنده دارایی جاریه، صرف 1
نشان دهنده موجودی نقد بانک هستش. 102 نشان دهنده چیه؟ یک سمت چپ نشان دهنده دارایی جاریه. 02 نشان دهنده سرمایه گذاری کوتاه مدت هستش. پس نکته، منظور از عدد 101 خود عدد 101 نیست، بلکه یک نماینده دارایی جاری هست و صرف یک به مفهوم نقد بانک هستش. بعد از اینکه ما اومدیم گروه حساب را تعریف کردیم، بعد اومدیم در مورد حساب‌های کل گفتم. در صفحه قبل در مورد حساب کل دارایی جاری رو گفتم. حالا میخوام بیام حساب کل دارایی غیر جاری رو بگم. خب حساب‌های دارایی‌های غیر جاری مثل چیا هستن؟ زیر مجموعه دارایی غیر جاری: دارایی ثابت مشهود، دارایی‌های ثابت نامشهود، سرمایه گذاری بلند مدت، دریافتنی‌های بلند مدت و سایر دارایی‌ها رو میبرم تو حساب دارایی‌های غیر جاری. حالا ممکنه بعضی از شرکت‌ها مثلا حساب دارایی ثابت مشهود رو مثلا زده حساب زمین، حساب ساختمان، حساب تجهیزات، یا مثلا دارایی‌های نامشهود زده حق التعلیف، یا مثلا زده حق الامتیاز. بعد سرمایه گذاری های بلند مدت رو زده مثلا سرمایه گذاری بلند مدت در اوراق سهام، یا سرمایه گذاری بلند مدت در بانک، یا سرمایه گذاری بلند مدت در اوراق مشارکت. ببینید هر کدوم از اینا رو ما با یک کدی مشخص کردیم: 201 202 203 204 205. حالا ممکنه یه حسابداری به ما بگه آقای حسنی من این یه حسابی دارم که جزء این موارد نیستش، میخوام بیارم تو این طبقات. اینجا میتونی یه کد هم به این اضافه کنی. تا 206 اومدیم میتونیم بگیم 200 و 205 اینجا مشاهده شده، میتونیم بگیم 206 یه حسابی رو تعریف کنیم، یا 207 براش حساب کلی تعریف کنم. اینجا بستگی داره اون نرم افزار حسابداری تا چه اندازه‌ای برای شما حساب کل تعریف کرده باشه. اگر دیدید داخل نرم افزار حسابداری اون حساب شما موجود بود، نیاز به اضافه کردن نداریم، اگر کم بود اضافه میکنیم. پس ما اینجا تو این صفحه 5 اومدیم در مورد معرفی حساب کل دارایی‌های غیر جاری تعریف کردیم. حالا میریم تو صفحه شماره 6. خب ما بعد از اینکه در مورد حساب‌های کل دارایی جاری و دارایی‌های غیر جاری تعریف کردیم، باید بیاییم برای بدهی‌های جاری و غیر جاری زیر مجموعه در واقع قرار بدیم. بعد با توجه به این زیر مجموعه هایی که قرار دادم، زیر مجموعه حساب هایی که قرار دادم، براشون یک کد تعریف کنم. مثلا برای بدهی جاری چه زیر مجموعه میتونیم تعریف کنیم؟ میتونیم بگیم که پرداختنی های تجاری و سایر پرداختنی ها میتونم تعریف کنم، مالیات های پرداختنی میتونم تعریف کنم، سود سهام پرداختنی میتونم تعریف کنم، تسهیلات مالی میتونم تعریف کنم، ذخایر میتونم تعریف کنم. اینا جزء طبقه بندی بدهی های جاری هستند. حالا یه سوالی دارم: مفهوم 301 همونطور که در صفحه 6 میبینید چه مفهومی هست؟ 3 معرف 301 منظور عدد 301 نیست. 301 اون 3 معرف گروه حساب بدهی جاری هست، صرف یک میشه پرداختنی های تجاری. 302 معرف چه چیزی هست؟ 3 معرف بدهی های جاری هست، صرف 2 معرف مالیات پرداختنی هستش. حالا بیایم قسمت سمت چپ.
ما بعد از اینکه در مورد بدهی جاری حسابهای کل بدهی جاری تعریف کردیم، حالا باید بیایم حساب کل بدهی‌های جاری رو باید یه زیرمجموعه تشکیل بدیم. خب بدهی‌های غیر جاری یا بدهی‌های بلند مدت هم بهش میگیم. مثل چیا؟ چه مثال‌هایی میتونیم بگیم؟ مثل پرداختنی‌های بلند مدت، مثل تسهیلات مالی بلند مدت، مثل بدهی‌های مالیات انتقالی، مثل ذخیره مزایای پایان خدمت کارکنان هستش. پس ما یک زیرمجموعی برای بدهی‌های غیر جاری که گفتم بدهی‌های غیر جاری سرگروه هست، درسته؟ یا گروه حساب‌ها هست، سرگروه هست. خب زیرمجموعه بدهی‌های جاری میشه حساب‌های کل. پس حساب‌های کل بدهی‌های غیر جاریمون با یک کد مشخص میکنم 401. 4 نماینده بدهی‌های غیر جاری است، صرف 1 میشه بدهی‌های بلند مدت، پرداختی‌های بلند مدت. همینطوری به ترتیب بیایم صفحه بعد. بعد از اینکه ما اومدیم معرفی حساب‌های کل دارایی‌های جاری، دارایی‌های غیر جاری و حساب کل بدهی‌های جاری و بدهی‌های غیر جاری تعریف کردیم، حال ما باید بیایم حساب کل حقوق صاحبان سهام و درآمدها رو مشخص کنیم. وقتی ما میگیم حقوق صاحبان سهام به عنوان سرگروه هستش و به عنوان گروه حساب 5 هستش، حالا چه زیر مجموعه خود حقوق صاحبان سهام داره؟ مثل سرمایه پرداخت شده، مثل اندوخته قانونی، مثل سایر اندوخته ها هستش. مازاد تجدید ارزیابی دارایی‌های ثابت مشروط هست، مثل سود و زیان انباشته. به هر کدوم از اینا بهش یک کدی تخصیص بهش میدم. شما هم میتونید بگید که حقوق صاحبان سهام چه آیتم هایی هستش که تو این صفحه نشون داده نشده. آفرین. مثل صرف سهام. صرف سهام هم میتونیم یک کدی به این اضافه کنیم، مثلا 506 رو بذارم به عنوان صرف سهام. حالا بیایم سمت چپ. میخوایم معرفی درآمدها رو کنم. به این خود درآمدها به عنوان سرگروه هست یا گروه حساب شماره 6 هست. پس سرگروه شماره 6 چی هستش؟ درآمدها هستش. اگر بخوام کد حساب کل تعریف کنم، چه حساب‌هایی زیر مجموعه درآمدها هستش؟ خود فروش، درآمد حاصل از ارائه خدمات. ببینید فروش برای برای شرکت‌های تولیدی استفاده میشه، ولی درآمد برای شرکت‌های خدماتی استفاده میشه. الان بانک‌ها، اداره پست از درآمد استفاده میکنن، درآمد حاصل از ارائه خدمات. فروش برای کالا استفاده میشه، برای شرکت‌های تولیدی استفاده میشه، مثلا فروش حاصل از کاشی و سرامیک. خب بعد سایر درآمدهای عملیاتی و سایر درآمدهای غیر عملیاتی هم به عنوان زیر مجموعه درآمدها لحاظ میکنیم. به هر کدوم از اینا یک کدی بهش میدم. 6 که نمایندهش بود، صرف 1، صرف 2، صرف 3، صرف 4. حالا اگه بعد از صرف 4 میشه صرف 5، میشه 605. براش کد تعریف میکنم. برای بهای تمام شده کالای فروش رفته که گفتم بهای تمام شده کالای فروش رفته نماینده گروه 7 هستش. اگر بخوام حساب کل براش تعریف کنم، میام زیر مجموعه تعریف میکنم. میگیم بهای تمام شده کالای فروش رفته داخلی. اگر ما یک
فروشی داشته باشیم، فروش خارجی داشته باشیم، مسلما هم بهای تمام شده کالای فروش رفته خارجی هم باید لحاظ کنم به عنوان کد حساب، که اکثر شرکت‌های ایرانی که داخل خود ایران هستن بهای تمام شده کالای فروش رفته خارجی نیاز ندارن. پس نیازی نیستش که شما حساب کل را براش حساب کل بهای تمام شده کالای فروش رفته خارجی رو براش تعریف کنید. ولی اگر شرکت شما تو خارج باشه، شعب داشته باشه، نیاز هستش که شما یک حساب کل را تعریف کنی براش. بیایم سمت چپ. ما یک سرگروه یا یک حسابی رو به عنوان گروه 8 قرار دادیم به عنوان هزینه ها. سرگروهش هزینه ها هستش. حالا چه زیر مجموعه یا حساب کد کلی ما میتونیم زیر مجموعهش تعریف کنیم؟ حساب هزینه حقوق دستمزد میتونم تعریف کنم، میتونم هزینه های عملیاتی براش تعریف کنم، میتونم سایر هزینه های عملیاتی میتونم تعریف کنم، میتونم هزینه های مالی رو براش تعریف کنم. یک نکته خیلی کاربردی که میتونم براتون اینجا تو این مبحث براتون بیان کنم، میپرسید که آیا حسنی فرد شما چگونه، مثلا من از کجا بدونم که یک حسابی را چه عنوان حسابی را مثلا من بهش اضافه کنم؟ من راهنمایی و توصیهم این هستش که شما اول برید نرم افزار حسابداری که دارید کار میکنید، برید تو قسمت مرور حساب ها، برید نگاه کنید که ببینید که چه حساب هایی برای خود اون نرم افزار براتون طراحی کردن. اگر قسمت هایی از حساب های کل یا معین یا تفصیلی دیدید معرفی نکردن، شما برید داخل سایت گوگل سرچ کنید کدینگ حساب ها، PDF کدینگ حساب ها رو براتون میارن. ببینید چه قسمت های اون کدینگ حساب ها، چه حساب هایی داخل نرم افزار شما نیستش و شما هم لازم هست تعریف کنید. با توجه به قالبی که هستش شما میتونید حساب ها رو بهش اضافه کنید. حالا بیایم اینجا. ما در مورد معرفی سایر حساب ها ما یه سرگروهی داشتیم که به عنوان سایر حساب ها بود. شماره 9 که به عنوان سایر حساب ها یا سرگروه حساب های شماره 9 که همون سایر حساب ها بود، ما میایم یه زیر مجموعی به عنوان کد حساب کل تعریف میکنیم، مانند حساب های انتظامی، طرف حساب انتظامی، تراز افتتاحیه. تراز اختتامیه رو میاریم تو سرفصل سایر حساب ها تعریف میکنم. پس ما اگر توجه داشته باشید، ما در مورد سطوح استاندارد کدینگ حساب ها رو یه لحظه توجه کنید. تو صفحه 10 ما گروه حسابمون رو فرض گرفتیم دارای جاری. دارای جاری چه زیر مجموعه‌ای داره؟ ما یه مثال کوچیک من زدم میگم دارای جاری زیر مجموعهش، یکی از زیر مجموعهش حساب بانکه. خب حساب بانک یه زیر مجموعه هم خودش داره، میگم کدوم بانک؟ حساب معینش میگه آقا حساب بانک ملت. باز خود بانک ملت حساب تفصیلیش باز ریزتر میشه. ببینید ما اگر بیایم یک شاخه درختی رو در نظر بگیریم، مثل یک تنه درخت ها بگیم گروه حساب، هی شاخه های اون درخت هی ریزتر و ریزتر بشن، دقیقاً کدینگ حساب ها رو مانند اون شاخه های اون درخت در نظر بگیرید، مانند اون تنه درختی در نظر بگیرید که هی شاخه های درخت هی فرعی و فرعی تر میشن. این بهش میگن کدینگ حساب ها، که ممکنه که تو شرکت ها گروه کل و حساب های کل رو ما قالبش رو داشته باشیم. بعضی از آیتم های حساب معین یا حساب های تفصیلی هستش که من حسابدار باید اضافه کنم. یه مثال کاربردی من بهتون میزنم که قابل فهم هستش. شما نگاه کنید، یه شرکتی داریم به عنوان شرکت آبسال هستش.
خود شرکت آبسال یه حساب بانکی تو بانک ملت رفته افتتاح کرده. حالا ممکنه خود شرکت آبسال ممکنه 5 تا حساب افتتاح کرده باشه، یکی تو بانک ملت، یکی تو بانک ملی، یکی تو بانک مثلا مسکن. حالا ما فرض گرفتیم که بانک ملتشو میخوایم یه کدینگ حساب میخوام ایجاد کنم، بعد خود همون بانک ملت یه شماره حسابی داره، یه شماره شعبه‌ای داره. بعد اولیش من نگاه میکنم بانک ملت بانک جزء حساب دارایی جاریه یا دارایی غیر جاری یا بدهی جاریه یا بدهی غیر جاریه یا حقوق صاحبان سهام هستش. آفرین، حساب بانک جزء دارایی جاری میشه. خب دارایی جاری من تو سرفصل این کتاب، تو فصل این سرفصلی که بهتون معرفی کرده بودم، حساب دارایی‌های جاری جزء کد چنده؟ گروه حساب 1 هستش. 1 هستش. موجودی نقد بانک من بهش صرف 1 دادم. بعد حساب کلش صرف 1 دادم. حساب معینش میگم موجودی نقد بانک. هی ریز میشم. بعد میگم که صرف 1 دو صرف 1 رو میگم موجودی نقد بانک. معینا هی ریز میشم. ما خود موجودی نقد بانک خود 3 تا زیر مجموعه داره ها. بس موجودی نقد بانک 3 تا زیر مجموعه داره. معیناش زیر مجموعه‌اش چیا هستن؟ موجودی بانک هستش، موجودی صندوق هستش، موجودی تنخواهگردان هم هستش. 2 صرف 1، 2 صرف 2، 2 صرف 3 تعریف میکنم. حالا شما سوال میپرسید آقای حسنی فرد، شما که معین حساب‌های موجودی بانک رو تعریف کردید برای بانک ملت، خب ما میخوایم این بانکی که تعریف کردید چند نوع بانک داریم. میگم آقا من شرکت موجودی بانکم 3 تاست: بانک ملت، بانک ملی، بانک مسکن. به همه اینا یه دونه به شماره تخصیص میدم. بعد سوال اینجا مطرح میکنید، میگید آقای حسنی فرد شما که بانک ملت رو تعریف کردید باز میخوام ریز بشم. خب این بانک ملت 3 نوع حساب داره: قرض الحسنه داره، کوتاه مدت داره، بلند مدت داره. یه شماره‌ای من بهش تخصیص میدم. باز سوال میپرسه، میگه که هر کدوم از این بانک ها و قرض الحسنه ها یه شماره حساب دادن. ما شماره حساب اون بانک رو چی براش تعریف میکنیم؟ یک نکته توجه کنید، اینا که به رنگ من نوشتم. مثال: حساب بانک ملت شرکت آبسال از نوع قرض الحسنه به شماره حساب 123456 هستش. کدینگ حساب ها اینو بنویس. ببین یک سمت چپ که به رنگ زرد هست نمایندگی دارایی جاری، صرف 1ش نماینده موجودی نقد بانک هستش، 2 صرف 1ش نماینده موجودی بانک هستش، 4 تا صرف 1 نماینده بانک ملت هست، 5 تا صرف 1 نمایندگی حساب قرض الحسنه است، 7 تا صرف 1 نماینده شماره حساب هستش. فقط یک نکته تجربی که میتونم به سمع و نظر شما برسونم این هستش: به هیچ عنوان شماره اعداد حفظ نکنید. خود سیستم اتوماتیکوار برای شما چه به صورت دستی چه به صورت اتوماتیکوار برای شما شماره میاندازه، کد میاندازه. نیاز به حفظ کردن شماره ها نیست. فقط شما بدونید که گروه حساب چی است، کل چی است، حساب کل، حساب معین چه چیزی هست، حساب تفصیلی چه چیزی است. ما ممکن توی شرکت بابت یک حسابی ممکن 3 تا یا 4 تا کد تفصیلی میخوایم معرفی کنیم. یه نکته میتونم به صورت کاربردی هم میتونم بهتون بگم: وقتی شما میخواید کد پستی رو تعریف کنید برای اینکه یک کالایی به دست شما
برسه شما چیکار میکنید؟ اول استانتون رو مشخص میکنید. بعد از اینکه استان رو مشخص کردید میاد شهرستان رو مشخص میکنید. بعد از اینکه شهرستان رو مشخص کردید میاید خیابون و اون شهرستان رو مشخص میکنید. بعد میاید کوچه‌تون رو مشخص میکنید. بعد میاید پلاکتون رو مشخص میکنید. دلیلش چیه؟ دلیلش این هستش که اون کالایی که میخواید به دستتون برسه سریع به دستتون برسه، درست به دستتون برسه. دقیقاً کدینگ حساب ها مانند کد پستی هستش. خب این هم از حساب کدینگ حساب ها. یه جمله من تو هر فایلی که دارم تهیه میکنم یه جمله آموزنده هستش که به سمع و نظر شما میرسونم. میگه اگر به بدهی ها فکر کنی تا ابد بدهکار خواهی ماند، چون تبدیل به همان چیزی میشوی که به آن فکر میکنی. خب ما این جلسه مربوط به کدینگ حساب ها را به پایان رساندیم. انشالله تا جلسه آینده با فایل جدید شما را به خداوند منان می سپارم. یا علی مدد، خدا نگهدارتان.